کتاب نوحه‌های ایرمیا باب یکم. اندوه درباره یروشلیم ولنگار شده. چگونه آن شهری که سیرآدم بود یکه و تنها نشسته است، آن شهری که در میان خلقها بزرگ بود مثل بیوزن شده است، آن شهری که بر کشورها حکم فرما بود خراج گزار گردیده است. شبانگاه وی زار زار میگیرید و اشکهای وی بر رخساره های وی است. از بین همه عاشقانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه یارانش به وی خیانت کردند و وی دشمن شدند. یهودا از باعث مذلت و مهنت سخت جلای وطن شده است. وی در میان بت پرستان نشسته فراغت نمی یابد. همه تعقیب کنندگانش در میان تنگی ها به وی در رسیدند. راه های سیان ماتم گرفته است، چون که مردم در عیدها به زیارت نمی آیند. همه دروازه هایش خراب شده است. کاهنانش آه و واه می کنند. دوشیزگانش غمگینند و خودش تلخکام است. عدویانش سربلند شدند، دشمنانش کامرانی می کنند، زیرا که خداوند ورا از باعث گناه های بسیارش غمگین کرده است. کودکانش پیشا پیش عدو به اسیری رفتند و از دختر سیان تمام حشمت وی نیست شده است. میران وی مثل غزالانی که چراگاه نیافته باشند به مجال گردیده پیشا پیش تعقیب کننده روانه شدند. یروشلیم در ایام مصیبت ها و عقوبت های خود همه ناز و نعمت های خود را که از قدیم الایام داشت به یاد می آورد، در صورتی که قوم وی به دست دشمن افتاده است و مددگار برای وی نیست. عدویان به وی نگریسته به حال خرابی هایش می خندند. یروشلیم گناه عظیمی کرده است، از این سبب کراهت انگیز شده است. همه آنهایی که ورا محترم می داشتند و وی بی‌اعتنایی می کنند، زیرا که عریانی ورا دیدند. خودش نیز آه و واه می کند و رو به قفا می گرداند. نجاست وی بر دامن وی بود، لیکن آینده خود را به یاد نمی آورد. بنابراین به طور حیرت انگیز به ضلالت افتاده است و تسلی دهنده برای وی نیست. خداوندا، مذلت مرا ببین، زیرا که دشمن متکبر شده است. عدو به همه ناز و نعمتهای وی دست تعدی دراز کرده است. وی دیده است که به قدس وی غیر یهودیان در آمدند که درباره آنها تو امر فرموده ای که به جماعت تو داخل نشوند. تمام قوم وی آه و واه کرده نان می جویند. ناز و نعمتهای خود را در بدل خوراک دادند تا که زنده بمانند. خداوندا، نظر انداز و ببین که من چگونه ذلیل شدم. بگذار این به شما ای همه راهگذران روی ندهد. نظر اندازید و ببینید که آیا درد مثل درد من هست که آن به سر من آمده است. و خداوند در روز شدت غضب خود مرا غمگین کرده است. از افراز او آتش به استخوان‌هایم فرستاده آنها را بریان کرده است. دام برای پایهایم نهاده مرا به قفا برگردانیده است. مرا مایوس و دردمند هر روزه ساخته است. یوغ گناهایم که با دست او به هم بربسته بافته شده است، بر گردنم برآمده مرا به مجال کرده است. خداوند مرا به دستهای تسلیم کرده است که نمی توانم پیش آنها ایستادگی نمایم. همه بهادران مرا خداوند اندرون من واژگون کرده است. جمع آمده را بر ضد من دعوت نموده است تا که جوانان مرا نیست و نابود کنند. دختری باکیره یهودا را خداوند در چرخوشت پایمال کرده است. در حق اینها من گریه می کنم، از چشمم آب می ریزد. زیرا تسلی دهنده ای که جانم را قوت می داده باشد از من دور شده است. پسرانم خانه ویران شدند، زیرا که دشمن زور برآمده است. سیان دستهای خود را دراز می کند، لیکن تسلی دهنده برای وی نیست. خداوند در حق یعقوب امر فرموده است که او را عدویانش احاطه کنند. یروشلیم در میان آنها کراهت انگیز شده است. خداوند عادل است، زیرا که از امر او سرکشی کردم. بشنوید ای همه قوم ها و درد مرا ببینید. دوشیزگانم و جوانانم به اسیری رفتند. دوستداران خود را دعوت نمودم، لیکن آنها در حق من خیانت کردند. کاهنانم و پیرانم در شهر جان دادند.
در حالتی که برای خود خوراک می جستند تا که زنده بمانند. خداوندا نظر انداز، زیرا که در تنگی هستم. امعایم جوش می زند، دلم اندرونم چپه شده است. زیرا که بغایت سرکشی کردم، از بیرون شمشیر نابود می کرد، چنان که در خانه مماد حکم فرما بود. می شنوند که من آه و واه می کنم، اما تسلی دهنده برای من نیست. همه دشمنانم مصیبت مرا شنیده شاد شدند که تو این را در حق من کرده ای. کاش که آن روز اعلان کرده خود را می آوردی و آنها مثل من می شدند. بگذار تمام شرارت آنها پیش نظر تو بیاید و با آنها آنچنان عمل کنی چنان که به من برای همه گناهایم عمل کرده ای. زیرا که آه و فغانم بسیار است و دلم پردرد است. کتاب نوحه های ارمیا باب 2. نبی برای ولنگار شدن یهودا نوحه می کند. چگونه خداوند در وقت غضب خود دختر سیان را با ابرهای تیره پوشانیده است، شکوه اسرائیل را از آسمان به زمین افکنده است و پایانداز خود را در روز غضب خود به یاد نآورده است. خداوند همه مسکنهای یعقوب را تلف نموده رحم نکرده است. قلعه های دختر یهودا را در وقت خشم خود خراب نموده به زمین یکسان کرده است. دولت و میران آن را پایمال گردانده است. در شدت غضب خود تمام شاخ اسرائیل را شکسته است. یمین خود را از آمدن دشمن برگردانیده است و یعقوب را مثل زبانه های آتشی که همه چیزهای دور و پیش را فرو میبرد سوزانیده است. کمان خود را مثل دشمن زه کرده است. با یمین خود مثل عدو به قیام برخاسته است و همه نظر ربایان را کشته است. بر خیمه دختر سیان خشم خود را مثل آتش ریخته است. خداوند مثل دشمن شده اسرائیل را تلف نموده است. همه قصرهای آن را تلف نموده قلعه های آن را خراب کرده است و برای دختر یهودا ناله و فغان را افسوده است و خیمه خود را مثل باغ از میان برداشته جمع آمدگاه خود را خراب کرده است. خداوند در سیان روزهای عید و شنبه را فراموش کنانیده است و در شدت غضب خود پادشاه و کاهن را خوارزار نموده است. خداوند قربانگاه خود را ترک کرده قدس خود را خار دیده است. حصارهای قصرهای آن را به دست دشمنان تسلیم نموده است. آنها در خانه خداوند به مانند روز عید آواز برداشتند. خداوند قرار داده است که حصار دختر سیان را خراب کند. شاقول کشیده دست خود را از تلف کردن باز نداشته است و استحکام و حصار را که یک جای به خاک یکسان شدند کسوت سوگواری پوشانیده است. دروازه های آن به زمین فرو رفته است. غلقه های آن را ویران کرده شکسته است. پادشاه آن و میران آن در میان غیر یهودیان می باشند. شریعت نیست، انبیای آن نیز رؤیای از جانب خداوند نمی یابند. پیران دختری سیان بر زمین خاموش نشستند، بر سر خود خاکستر پاشیده پلاس پوشیدند. دوشیزگان یروشلیم سری خود را سوی زمین خم کردند. چشمانم از اشک عاجز شده است، امعایم جوش می زند، جگرم از شکست دختری قوم من بر زمین می ریزد. وقتی که کودکان و شیرمکان در کوچه های شهر بیهوش شده می غلطند و مادران خود می گویند نان و شراب کجاست، در حالتی که مثل مجروحان در کوچه های شهر از هوش رفته در آغوش مادران خود جان می دهند. چه شهادت برای تو بدهم، چه قیاس برای تو بیاورم ای دختر یروشلیم؟ چرا به تو تشبیه نمایم تا که تو را تسلی دهم ای دختری باکیره سیان؟ زیرا که شکست تو مثل بحر بزرگ است و کیست که تو را تواند شفا دهد؟ انبیای تو چیزهای باطل و بی اصل را برای تو پیشگویی نمودند و گناهت را آشکار نکردند تا که خوف اسیری تو را پیشگیری نمایند، بلکه نبوت‌های باطل و خیال‌های خام را برای تو اظهار کردند. همه راهگذران در حق تو دست بر هم می سایند، هشتگ کشیده به حال دختر یروشلیم سر می جنبانند.
آیا همین از شهری که آن را کمال زیبایی شادی تمامی زمین می گفتند؟ همه دشمنانت دهان خود را بر تو گشادند، پشتک کشیده و دندان غیجی زنانده می گویند آن را تلف کردیم. های های، این همان روز است که در انتظارش بودیم و حالا به آن نائل شده ایم، آن را با چشم خود دیده ایم. خداوند آنچه را قرار داده بود اجرا کرده است. امری را که از قدیم ملایان فرموده بود به عمل آورده است. خراب نموده رحم نکرده است و دشمن را بر تو شاد گردانده، شاخ عدویانت را بلند برداشته است. دل آنها سوی خداوند فریاد می کند ای حصار دختر سیان. روز و شب مثل جویبار اشک ریز، به خودت آرامی نده، گوهرکی چشمت قرار نیابد. شبانگاه در اولی پاسها برخاسته فیغان بردار. به حضور خداوند دل خود را مثل آب ریخته خالی کن. دستهای خود را درباره جان کودکانت که در سری هر کوچه از گرسنگی بیهوش می شوند سوی او بالا بردار. خداوندا نظر انداز و ببین که چنین عمل را به کی کرده ای؟ آیا رواست که زنان میوه بطن خود را، کودکانی را که به صد ناز پرورده بودند بخورند؟ آیا رواست که کاهن و نبی در قدس خداوند کشته شوند؟ نورسان و پیران بر خاک کوچه ها خوابیدند. دوشیزگانم و جوانانم از دم شمشیر افتادند. تو آنها را در روز غضب خود کشته‌ای، به قتل رسانده‌ای و رحم نکرده‌ای. دهشت‌های مرا از گرد و اطراف و مانند روز عید دعوت نموده‌ای و کسی نبود که در روز غضب خداوند گریخته و زنده مانده باشد. آنهایی را که به صد ناز پرورده و کلان کرده بودم دشمن من تلف نموده است. کتاب نوحه های ارمیا باب 3. ارمیا اندوهگین است، لیکن در اندوه خود تسلی می‌یابد. من آدمی هستم که از عصای غضب او مذلت دیدم. او مرا برده به تاریکی درآورده است و نه به روشنایی. فقط به ضد من تمام روز گشته برگشته دست خود را نگرانیده است. گوشت و پوست مرا ریش ریش کرده، استخوان‌های مرا شکسته است. بر من امارت ساخته مرا با زهر و مصیبت احاطه نموده است. مرا در ظلمات ساکن گردانده است، مثل آنهایی که از قدیم مردند. گرداگرد من تواره کشیده است تا که نتوانم بیرون روم. اشکیل مرا وزنین کرده است. اگرچه فریاد و استغاثه می نمایم، دعای مرا پیشگیری کرده است. راههای مرا با خرسنگ ها بندوبست نموده است. پیراهه های مرا کج کرده است. او برای من خرسی کمینور است، شیر است که در جای نهانی باشد. راههای مرا کج کرده مرا دریده است، مرا مایوس نموده است. کمان خود را زه کرده مرا هدف برای تیر قرار داده است. تیرهای ترکش خود را به گرده های من فرو فرستاده است. برای تمام قوم خود خندخری شدم، کلمه تمسخر هر روزه آنها گردیدم. او مرا از تلخی ها سیر کرده است، مرا از یفشان سیراب نموده است. دندانهایم را با سنگریزه شکسته است، مرا با خاکستر پوشانیده است و جانم از آسایشتگی دور شده است. نیک روزی را فراموش کردم و گفتم که قوتم و امیدی که از خداوند داشتم برباد رفته است. مذلت و دل شکستگی مرا، یفشان و زهر را به یاد آور. نغز به یاد می آورم و جانم اندرون من مایوس شده است. به دل خود چنین جواب خواهم گرداند و بنابراین امیدوار خواهم بود. احسانهای خداوند پایان ندارد و مرحمتهای او بی انتهاست. آنها هر صبح از نو ظاهر می شود. وفای تو بزرگ است. خداوند نصیبه من است، می گوید جان من، بنابراین به او امیدوار خواهم بود. خداوند برای امیدواران خود، برای هر جانی که طالب اوست نیک است. خوب می شود که به نجات خداوند ساکتانه امیدوار باشند. برای آدمیزاد خوب است که یوغ را در جوانی خود برداشته باشد. وی تنها نشسته سکوت خواهد کرد، زیرا که خداوند یوغ را بر وی نهاده است.
دهان خود را بر خاک خواهد نهاد، احتمال دارد که امید باشد. به کسی که ورا میزند رخسار خود را خواهد داشت و از ننگ سیر خواهد شد. زیرا که خداوند به صورت ابدی ترک نخواهد کرد، بلکه اگر غمگین کند از روی احسانکاری بزرگ خود مرحمت خواهد نمود. زیرا که او بنی آدم را نه به دلخواهی خود جزا داده غمگین می کند. وقتی که همه بندیان زمین را با پایهای خود پخش می کنند، وقتی که آدم را به حضور حق تعالی ناحق داوری می نمایند، وقتی که در محاکمه دعوای آدم کجکاری می کنند، مگر این را خداوند نمی بیند؟ کیست که چیزی گفته باشد و آن چیز اجرا شده باشد به آنکه خداوند امر فرماید؟ آیا بدیها و نیکیها از امر حق تعالی به وقوع نمی آید؟ آدمی زنده چه حق دارد گیله کند وقتی که از گناههای خودش جزا بیند؟ پس راههای خود را باید تفتیش و تحقیق کنیم و سوی خداوند برگردیم. دلهای خود را سوی خدایی که در آسمان است با دستها بالا کنیم. ما گناه کردیم و سرکشی نمودیم، تو نامرزیده ای. خود را با غضب پوشانیده ما را تعقیب نموده ای، کشته رحم نکرده ای. خود را با ابر پوشانیده ای تا که دعا نگذرد. ما را در میان قومها خاکروبه و اخلاد گردانده ای. همه دشمنان ما دهان خود را بر ما کشادند. دهشت و دام، خرابی و شکست نصیب ما شده است. از شکست دختری قوم من از چشمم جویبار آب می ریزد. چشمم اشکبار است و بس نمی کند به آن که تنفس نمایم. تا دمی که خداوند از آسمان نظر اندازد و ببیند، چشمم از برای همه دختران شهر من جان مرا به درد می آورد. آنهایی که ناحق به من دشمنی دارند مرا مثل مرغ صید کردنی شدند. حیاتم را در چاه نابود کرده مرا سنگباران نمودند. آب از سرم گذشت، گفتم کارم تمام شد. از درون چاهی چقور اسم تو را ای خداوند خواندم. آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از فریاد و استغاثه من نپوشان. در روزی که تو را خواندم نزدیک شده گفتی نترس. دعواهای جان مرا تو ای خداوند حمایت کردی، حیات مرا رهانیدی. ناانصافی را که در حق من صادر می شود تو ای خداوند می بینی، پس دادی مرا بده. تمام انتقام جویی آنها را، تمام دسیسه کاری آنها را در حق من می بینی. تحقیر آنها را، تمام دسیسه کاری آنها را در حق من تو ای خداوند می شنوی. نیز سخنان مخالفانم و اندیشه هایی را که آنها هر روز به مقابل من دارند. شین و خیز آنها را ببین که من اشوله آنها گردیدم. سزایشان را ای خداوند موافق اعمال دستهاشان به آنها برگردان. با آنها محزونی دل بده، نفرین تو بر آنها باد. با غضب خود ای خداوند آنها را تعقیب نما و از زیر آسمان محو کن. کتاب نبوه های ارمیا باب 4. مصیبت و شرمندگی یهودا. چگونه طلا خیره شده است، زر خالص تغییر یافته است، سنگ‌های گرانبها در سر هر کوچه پرتافته شده است. چگونه فرزندان عزیز سیان که به زر خالص برابر بودند، مثل کوزه سفالینی که عملی دست کلال است حساب شدند. شغالان نیز پیستان بیرون آورده بچه‌های خود را می‌مکانند، لیکن دختری قوم من مثل شترمرغ‌ها در بیابان بیرحم شده است. زبان بچه شیرمک از تشنگی به کامش چسبیده است. کودکان نان می‌پرسند، کسی به آنها نمی‌دهد. آنهایی که نقل و نوا می‌خورند در کوچه‌ها بی‌مجال شدند. آنهایی که بر بستر ابریشمین پرورش می‌یافتند، اخلاط توده ها را به آغوش می‌کشند. و معصیت دختری قوم من از گناه سدوم بزرگتر است که آن در یک میژه زدن واژگون شد، به آن که کسی دستهایش را به آن رسانده باشد. سروران وی از برف تازه تر و از شیر سفیدتر بودند. بدنشان از مرجان سرختر
قد و قامتشان مثل یاقوت کبود بود و اکنون چهرهشان از انگی سیاه‌تر شده است، به طوری که در کوچه ها آنها را نمی شناسند. پوستشان به استخوانشان چسبیده مثل چوب خشک شده است. کشته های شمشیر نظر به کشته های گرسنگی خوشبختتر بودند، چون که از تیغ خونشار شده زود مردند، نظر به آنهایی که از کمی محصولات کشتزار با عذاب بسیار جان دادند. دست های زنان رحمدل بچه های خود را پختند تا که در وقت شکست دختری قوم من برایشان خوراک شود. خداوند خشم خود را به انجام رسانده است، شدت غضب خود را فرو ریخته است و آتش در سیان افروخته است که آن اساسهای ورا خورده است. پادشاهان زمین و همه ساکنان دنیا باور نمی کردند که عدو و دشمن به دروازه های یروشلیم داخل خواهد شد، از باعث خطاهای انبیای آن و گناه های کاهنان آن که خون عادلان را اندرون آن می ریختند. مثل کوران در کوچه ها می گشتند در حالتی که به خون آلوده بودند، به طوری که به لباس های آنها کسی نمی توانست برسد. دور شوید، پلید است، داد می گفتند در حق آنها. دور شوید نرسید. و آنها چنین سرسان و آواره شده می گشتند و در میان خلقها درباره آنها می گفتند دیگر در اینجا ساکن نخواهند شد. خشم خداوند آنها را پراکنده خواهد کرد، دیگر با آنها نظری نیک نخواهند کرد. در آنجا کاهنان را روی خاطر نمی کنند و به پیران رحم ندارند. چشمان ما هنوز به مدد بیهوده چار می شد. در چشم داشت خود به خلق امیدوار بودیم که وی نمی توانست ما را نجات دهد. قدم های ما را کمین می کردند به درجه که ما در کوچه های خود نمی توانستیم راه رویم. آخری ما نزدیک می شد. روزهای ما انجام می یافت. حقیقتا آخری ما فرا رسیده بود. تعقیب کنندگان ما از عقاب‌های آسمان تیز رفتر بودند. بر کوه‌ها ما را تعقیب می کردند، در بیابان برای ما کمین می ساختند. مسیح خداوند که روی حیات ما بود در چاه آنها افتاد که درباره او می گفتیم به زیر سایه او در میان خلقها زندگی خواهیم کرد. شادی و خرسندی نما ای دختر ادوم که در زمین او ساکن هستی. این کاسه به تو نیز خواهد رسید، مست گردیده عریان خواهی شد. ای دختر سیان، معصیت تو اکنون تمام شده است. او تو را دیگر جلای وطن نخواهد کرد. اما معصیت تو را ای دختر ادوم، او به جزا مستحق نموده گناهایت را آشکار خواهد کرد. کتاب نوحه های ارمیا باب 5. تضرع قوم مظلوم درباره مرحمت و مدد. خداوندا، آنچه به ما روی داده است به یاد آور. نظر انداز و ننگ ما را ببین. میراث ما از آن اجنبیان، خانه های ما از آن بیگانگان شده است. یتیم شده ایم و پدر نداریم، مادران ما مثل بیوزنان شدند. آب خود را به نقره خریده می نوشیم. هیزم ما در بدل پول به دست می درآید. ما را بونی گردنی زده پیش می کنند، خسته می شویم. فراغت کردن نمی مانند. به مصر و اشور دست کفچه کردیم تا که از نان سیر شویم. پدران ما گناه کردند، آنها از دنیا چشم پوشیدند، ولیکن ما از برای معصیتشان گرفتار جزا شده ایم. غلامان بر ما حکم فرما شدند، کسی نیست که ما را از دستشان خلاصی دهد. جان خود را به کف گرفته به زیر خف شمشیر اهل بیابان نان خود را پیدا میکنیم. پوست ما از تفس گرسنگی مثل تنور سوخته است. زنان را در سیان به عصمت میکنند، دوشیزگان را در شهرهای یهودا. میران با دست آنها به دار کشیده میشوند، پیران احترام ندارند. جوانان سنگهای آسیا را میبردارند و نورسان زیر بار هیزم بیهوش شده میغلطند. پیران دیگر نزد دروازه نمی نشینند، جوانان سرودگویی نمی کنند. دلخوشی ما خاتمه یافته است، رقص ما به ماتم مبدل شده است. تاج سر ما فرو غلطیده است، وای بر حال ما که گناه کرده ایم.
برای این دایم دل ما درد می کند، برای اینها چشمان ما خیره شده است. برای کوه سیان که خراب شده است و شغالان بر آن گشت و گذار می کنند. لیکن تو ای خداوند تا ابد قایم هستی و تخت تو تا ابدالدهر است. چرا ما را به صورت ابدی فراموش کرده ای؟ به مدت دور و دراز ترک نموده ای؟ خداوندا ما را سوی خود برگردان و ما خواهیم برگشت. روزهای ما را مثل پیشتر تجدید نما، نخواد که ما را تماما رد کرده بی نهایت بر ما خشمگین شده باشی.